این دخترایی را که میبینید، چون پیامبر به عنوان پدر همگی است، دخترای ما و سایر دخترایی را که شما در این قریه میبینین، این بر شما در واقع به ازدواج و پاک بودن دامانتان شایسته تر است از این که شما نزدیک اینا شوین. به هر صورت اهل این قریه با یک صدا میگویند که لوط از قریه‌تان، از این محله بیرون کنین. اینا کسایی هستند، انهم اناس یتطهرون، اینا کسایی هستند که پاکی را دوست دارن، یعنی با ما هم صدا نیستند. سبحان الله. یعنی کسایی که خباثت و کثافت و در واقع فساد در روی زمین دوستدار و خوشدارش هستند. میگن اینا با ما هم صدا نیستن، اینا پاکی میخواین. لوط علیه السلام از این قریه بیرون کنین. لوط علیه السلام در کمال حسرت رو به این قوم میکنه و میگوین که چرا شما سخن مرا درک نمیکنین. لوط علیه السلام همچنان میگه فاتقوا الله ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. شما از الله بترسین و آبروی ما پیش مهمانانم نبرین. آل در میان شما یک مرد فهمیده نیست؟ بعد دروازه را میبندن لوط علیه السلام و در حال که خیلی مایوس است، سینیش تنگ شده و ضاق بهم، و سینیش خیلی تنگ شده و با خود میگوید که قال لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید. ای کاش که قدرت و قوتی داشتم و حمایتگر، یعنی الله متعال در چنین لحظات دعای مرا استجابت میکرد، قدرتی داشتم تا این که در برابر شما قوم مفسد عمل انجام میدادم. این 3 نفر به لوط علیه السلام میگویند که ای لوط نترس، ما افراد اشخاص عادی نیستیم. ان رسول ربک لن یصلوا الیک. ای لوط، ما فرستاده های پروردگارتان تو هستیم، دست اینا به ما نمیرسه. لوط علیه السلام شنیدن این سخن خوشحال میشه و به لوط علیه السلام حضرت جبرائیل دستور میده که فاسر باهلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم من احد. در تاریکی شب از اینجا بیرون شو و هیچ کسی به پشت سر خود نگاه نکنه جز همسرت که نیز از جز اینا است و با مصیبت گرفتار میشه که اینا گرفتار خواهد شد. لوط علیه السلام بعد با خود فکر میکنه که چگونه از شر این قوم نجات پیدا کنه. امین اکنون که به گرد منزلش در واقع اجتماع کردن، حضرت جبرائیل علیه السلام در باز میکنه و با بال خود که میزنه تمام روشنایی و بینایی خود این قوم از دست میده. هیچ جا را نمیتونن که ببینن. در یک گوی که پروردگار چشمان اینا را از حدقیش بیرون کرده است و حدقی چشمان اینا در واقع خالی شده است. الله متعال مهربانی میکنه فتمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر. ما بینایی چشمان از پیشان گرفتیم و فذوقوا بچشین عذابی و نذر، عذاب و آن چیزی را که شما را هشدار دادم و نادیده گرفتین. اما دوستان عزیز، از بین رفتن بینایی اینا تنها عذاب در اینجا متوقف نمیکنه، یعنی آخرین عذاب نیست که اینا به این دوچار میشه. حضرت لوط علیه السلام با 2 دخترش و همسرش از منزل بیرون میشن. اینا بیرون میشن در حالی که همسرش با خود میگه چگونه دوباره ما مردم بر لوط جمع کنم. و زمانی که از زمان شهر لوط علیه السلام آیسته آیسته فاصله میگیره، امثالش رخ خود دور میته به سمت شهر و به سوی بزرگان شهر و اونا را صدا میزنه که ای قوم. زمانی که صدا میزنه ای قوم، جا به جا امثالش سنگ میشه. اینجاست که پروردگار جهانیان بر سر این قوم باران از سنگ نازل میکنه. و امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود. الله متعال مهربانی میکنه که ما بر سر اینا سنگ های که در واقع نشاندار بود، هر کس را گویا میشناخت، سنگ های پخته شده، اون افراد اشخاصی که مفسد بودن بر روی زمین بر سر اینا باریدیم. اما بازم عذاب در اینجا توقف نمیکنه. جبرائیل امین با یک پر از بال خود
این شهر را بلند میکنه. حتی ما در روایت داریم که صدای مرغان و صدای سگهایشان که در قریه هایشان بود، ملائکه صدای اونها را در آسمان میشنوه. بعد الله متعال مهربانی میکنه، جعلنا عالیها سافلها، یعنی ما بلندهایشان پایین قرار دادیم. یعنی به این معنا جبرائیل شهرشان بلند میکنه، بعد چپه میکنه و برشان زیر و رو میشه. هیچ چیز باقی نمیمانه بجز از حضرت لوط علیه السلام با 2 دخترش. پروردگار جهانیان لوط و قومش مایه عبرت به سایر اقوام قرار داده است. بعد باران شکل میگیره و روزهای متعدد باران میباره و تمام این شهر زیر آب میشه. بحر المیت جایی است که قوم لوط علیه السلام در آن عذاب شده است. تاریخ نویسا میگویند که 400,000 نفر در این شهر سکنا بود و بعضا نوشته‌اند که 40,000 نفر در آن سکنا بود و بعضا نوشته‌اند که بیشتر از 14,000 نفر نبودند. استفن کلنیز به منطقه رسیده که در آن تحقیق انجام داده و به این نتیجه رسیده که در اینجا بین سالهای 1540 تا 3400 قبل از میلاد مردمان زندگی می‌کردند که حیاتشان دفعتاً متوقف شده است. و سر تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که مردمان این شهر حیاتشان به مرور زمان نه بلکه دفعتاً متوقف شده و آثار پیدا کرده است که از جسمها و همچنان از بقایای گویا این قوم که کاملا سنگ گشته‌اند. علی کل حال داستان لوط علیه السلام در قرآن در 14 سوره ذکر شده است. ما می‌دانیم از جمع انبیا 2 زن در واقع بود که شوهرانشان پیامبر بود ولی اینا ایمان نداشتند که همسر نوح علیه السلام و همسر لوط علیه السلام است که اردوی اینا در عذاب، یکی در طوفان و دوم در این عذاب که به قوم لوط میه در واقع اونا نیز عذاب میشه. فراموش نکنین برنامه ها را با دوستانتان شریک کنین و نیز بنویسین که برنامه بعد در ارتباط به کدام پیامبر باشه. السلام علیکم.